داستان غم‌انگیز جان جونز تا هنوز هم بعد از شنیدنش مردم را به گریه می‌آورد. قبل از اینکه داستان او را بشنوید، بیایید درباره غاری که او در آن گیر کرد معلومات پیدا کنیم. نام این غار نتیپاتی است و در ایالت یوتا آمریکا قرار دارد. با وجود اینکه این غار بسیار تنگ بود، باز هم تمام دنیا غارنوردان ماهر را به خود جلب می‌کرد تا از آن دیدن نمایند. یکی از این افراد جان ادوارد جونز، جوان 26 ساله‌ای بود که همراه با همسرش و فرزند 1 ساله‌اش نزدیک این غار زندگی می‌کرد. با آنکه او غارنورد حرفه‌ای نبود، اما خواست این غار را ببیند. او و برادرش در سال 2009 وارد غار شدند. در ابتدا جان پیشاپیش و برادرش کش پشت سر او وارد غار شدند. اول این سفر یک ماجراجویی عادی بود، اما هرچه پیشتر می رفتند راه تنگتر می شد و نفس کشیدن و حرکت کردن سختتر. با وجود این جان باز هم می خواست پیش برود و می گفت ده‌ها و صدها نفر از اینجا به سلامت برگشته اند. اما غار چندین راه داشت و جان اشتباهاً به مسیری رفت که هیچ راه بازی نداشت. او وارد یک بخش بسیار تنگ شد، جایی که پیشتر نیز فردی به نام براک کلارک در آن گیر کرده بود، ولی خوشبختانه پیشتر نرفت و تیم نجات او را نجات داده بود. جان وقتی به نقطه آخر رسید، فکر می‌کرد شاید راه دیگری برای خروج باشد، اما ناگهان در جایی گیر کرد که حتی توان تکان دادن خود را هم نداشت. او کاملاً سر و ته در شکاف مانده بود. برادرش ابتدا تلاش کرد او را نجات دهد، اما موفق نشد و سپس با تیم نجات تماس گرفت. تیم نجات رسید، اما در آن فضای بسیار تنگ کاری از دستشان بر نمی آمد. آنها تنابی به پای جان بستند تا او را بیرون بکشند. ابتدا اندکی بالا آمد و جان امیدوار شد که شاید در چند ساعت نجات پیدا کند. اما ناگهان میخی که تناب را نگه می داشت شکست. نجات دهنده‌ای که تناب را کنترل می‌کرد به شدت زخمی شد و به شفاخانه منتقل گردید. در نتیجه جان دوباره و شدیدتر به داخل همان فضای تنگ کشیده شد. پاهای جان از بابت تناب زخم شده بود و بی‌حس و فلج شده بود، چون چندین ساعت خون پای را قطع کرده بود. نجات دهندگان در نهایت به یک تصمیم هولناک فکر کردند. اینکه شاید مجبور شوند پاهای او را قطع کنند تا بتوانند نجاتش دهند. اما زمان اندک بود. پس از 27 ساعت یک دکتر متخصص که به داخل غار فرستاده شده بود تایید کرد که جان دیگر زنده نیست و قلبش در آن فضای تنگ از کار ایستاده است. در آخرین ساعات زندگی جان با همسرش تماس گرفت و گفت من برمیگردم. اما او هرگز برنگشت. جسدش هنوز همانجا باقی مانده است. پس از این واقعه دولت غار را با کانکریت پر کرد و در همان محل یک یادبود برای جان ساخت.